شبنم شکرالله نمینماید کجا رفته باشد؟ بابا جان او همین صبح برای به قدرگیری جهت اشتراک در امتحانهای مرکزآینده داخل شوی به مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی رفته بود و تا حالا برنگشته است. تحصیلات کسبی برای هر یک جوان کاری مهم است. تحصیلات کسبی مهارت و ملکه کس را رشد داده، آمادگی او را برای پیشبرد زندگی در شرایط گوناگون و خصوص در زمانی پیشرفت با صورت تکنیک و تکنولوژیا تامین می‌کند. همین است که درباره این مسئله و امتحانهای مرکزآینده داخل شوی سالهای آخر بسیار حرف میزنند. بله، من هم درباره این نظام از تلویزیون و رادیو و روزنامه‌ها بسیار چیزها را شنیدم. نبیره جان، تجربه هم نشان داد که این نظام بسیار برتری‌های زیادی هم دارد. در حقیقت بابا جان این نظام برای داوطلبان شرایط‌های ضروری را فراهم آورده است. شکرالله در ناحیه خودمان از قید می‌گذرد. یک باره یک چند اختصاص دانشگاه را انتخاب نموده در شهر یا ناحیه نزدیکترین امتحان را می‌سپارد. انا اینش بسیار خوب. انا خودش اومد. السلام بابا جان. و علیکم السلام. بیا بنشین. حاضر ما درباره خودت گپ می‌زدیم. مانده نشوید بابا جان. تشکر. شنیدم که برای نامنویسی رفتی. خیر؟ تیاری به امتحانات چی خیر؟ بسپاری. بله بابا جان میسپارم. من 12 کمیت اختصاص‌ها را از روی 5 دانشگاه انتخاب کردم. آفرین بسیار نه. شبنم دیدی برادرت الکی در مرکز ملی تستی نامنویس شده است. تو کی ثبت نام می‌کنی؟ بابا جان من الکی ثبت نام کردم. راست؟ آفرین. بابا جان ما با همراه اکم بیش از 1 سال میشود که به این امتحان‌ها تیاری جدی دست دادیم. بله بابا جان. ما در این مولد فهمیدیم که در رفت سپردن امتحان‌های مرکزآینده داخل شوی هیچ کس و هیچ چیز به ما کمک کردن نمیتواند و ما تنها آن دانش و ملکه از خود نموده‌مان میتواند کمک کند. بله، انسان را تنها علم و دانش به مرتبه‌های برند می‌رساند. маркази миллии тести назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳар як довталаб шаффофият, адолат ва дастрасии баробарро дар рафти имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ кафолат медиҳад.